چرا باید درباره تتو، آرایش دائم یا به اصطلاح امروزیش میکروپیگمنتیشن اطلاع و دانش کافی داشته باشیم؟ چون بسیاری از مخاطبان این شاخه از زیبایی اطلاعاتی کم و ناقصی درباره اون دارن و این باعث شده که دیدگاه، توقعات و انتظارات غلط و غیر واقعی نسبت به اون داشته باشن. این عدم شناخت آگاهی میتونه دلایل متعددی داشته باشه که دو تا از مهمترین اونها اینه که بسیاری از مراکز زیبایی برای مشاوره به مشتری وقتی رو اختصاص نمیدن، یا اینکه خود مشتری برای مشاوره گرفتن وقت صرف نمیکنه چون به اهمیت و ضرورت اون آگاه نیست. دوم اینکه تبلیغات و تصاویر ساختگی در اینستا و فضاهای مجازی باعث ایجاد تصورات و انتظارات غیر واقعی در مخاطب‌ها میشه. اما چرا داشتن اطلاعات درست ضروریه؟ اولا اینکه تتو کار بسیار حساس و حرفه‌ایه، یک کار دائمی یا نیمه دائمی که در صورت نامطلوب بودن نتیجه برداشتن و حذف اون کار بسیار دشوار و غیر ایمنی است که به سلامت پوست آسیب میزنه. دوم اینکه تتو از نظر پزشکی یک کار تهاجمی محسوب میشه و باعث تحریک و تهییج سیستم ایمنی بدن شده و ارتباط مستقیمی با سلامت پوست داره. سوم اینکه احتمال بروز آلرژی، حساسیت و التهابات پوستی در اون هست و در آخر اینکه احتمال انتقال بیماری‌های خونی، عفونی و پوستی در اون وجود داره. بنابر تمام این مقدمات تتو یا آرایش دائم حتما باید در یک مرکز تخصصی و به شیوهی بسیار حرفه‌ای و با رعایت تمامی ملاحظات لازم صورت بپذیره. این ملاحظات شامل رعایت کامل بهداشت محیط، ضدعفونی کردن و استریل وسایل مورد استفاده کردن از وسایل یک بار مصرف مثل زیرانداز، دستکش، کلاه، کارتریج، اپلیکاتور، میکروبراش، استفاده از مواد و متریال تخصصی و استاندارد با کیفیت بالا، مهارت و تجربه کافی تتو آرتیست و انتخاب بهترین شیوه برای انجام کار، مراقبت‌های قبل و بعد از تتو که باید توسط خود مراجعه کننده رعایت بشه. با وجود تمامی این شرایط و ملزومات و رعایت تمامی این ملاحظات می شود انتظار داشت که خروجی و نتیجه کار از سلامتی، ایمنی، ماندگاری و زیبایی مطلوبی برخوردار باشه.